فاطمه رضی الله عنها بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حجت است. الله عزوجل در کتاب خود فرموده که پیغمبران بر مردم حجتند. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. پیامبرانی که مژده دهنده و ترساننده بودند تا بعد از پیامبران دلیل و حجتی برای مردم بر الله باقی نماند و الله عزیز و حکیم است. اما آخوندان شیعه سخن دیگری دارند. آخوند علی سماوی میگوید که فاطمه رضی الله عنها بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حجت است. فاطمة عند الحسين يقول أمنا فاطمة حجة الحجج، سامعين لله الحجة البالغة؟ قال فاطمة هي الحجة البالغة لأنها حجة الله على الحجج على محمد وآل محمد. این آخوند رافضی و غالی میگوید فاطمه علیه السلام حجت الله بر سایر حجت هاست. او بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد حجت است. شیعیان زمان ما خود را از طوائف شیعیان غالی که از آنان نامهای مخصوصی در تاریخ باقی مانده است جدا دانسته و به زمان و نه در عمل از آنان اظهار براءت و بیزاری می نمایند. اما متاسفانه همان عقاید غالیان را با عباراتی دیگر در خود باقی نگه داشته‌اند. بیننده گرامی، حجت الله بر بندگانش با فرستادن رسولان تمام شده است، چنان که آیه فوق بیان نمود که الله متعال پیغمبران را فرستاد تا بعد از ایشان برای بندگان حجتی بر الله متعال نباشد و نفرموده بعد از رسولان و ائمه و اوصیا و غیر آنها. پس بعد از فرستادن رسولان دیگر هیچ حجتی در مقابل الله وجود ندارد. الله متعال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بر مردم شاهد و گواه فرستاده است، چنان که می‌فرماید يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ای پیامبر، ما تو را گواه بر مردم و مژده رسان و بیم دهنده فرستادیم. و در موضع دیگر می‌فرماید إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. به یقین ما پیامبری را به سوی شما فرستاده ایم که بر شما گواه است. کسی از این آخوند بپرسد چگونه فاطمه بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حجت می باشد؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که خود مستقیم با آسمان در ارتباط بود نیاز به حجتی دیگر از میان بشر دارد؟ آیا این سخن برتری دادن فاطمه بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و زیر سؤال بردن مقام نبوت و رسالت نیست؟ چگونه رافضیان چنین غلوی در حق فاطمه می کنند، حال اینکه کتبشان مملو از اهانت به دخت گرامی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سرور زنان بهشتی است؟ ای شیعیان، آیا در میان شما مردی راهیاب و راهنما یافت نمی شود